سلام و درود به پایان دوستان عزیز. خداوند نگهبان هر یک قدم شما باشه که همه وقت در بر ما هستید، در بر مردم نیازمند مقصد محتاج. خداوند از همه راضی باشه دوستان عزیز. این اکای جنوبی که خداوند نگهش داره کمپانی چه اویاکاسا میگرانت های ها به قبل ریکلام مشکون بعد گفار بزنم نه بولونگیش حج عمره برادر نمی نمره خطی زنگ میزنه واتساپش خطی 925 66 66 90 کروچی واتساپش حج عمره روی میکنن. اویاکاسا این میگرانت یک 925 810 0909 بعضی محل زنگ میزنه که نمیبردن زنه چی زنگ میتن بلیت زکاتورش کلی آدم تو افور میره خیلی وقت میگذره جدت کنه. انا وای تانگیش حجامه مسکو یعنی که نمره خود جایی که من الحمدلله کار میکنم اینجا ما نون میخریم 922 303 90 یعنی که صلاح حجامه. با هم خاطر دوستان عزیز خداوند نگهبان باشه. بچه‌ها در افیر در کامنت رو بچه‌ها تمریش برو میگم بگی سوس کختار دلوک. مقصد از اینکه من یک پلانی خوب دارم، یعنی یک فیلمش یا که برنامه تین میه با این برو چی و هم خاطر کاغوالچ پاکا پانیات پرستید این چقناشی با برو تکوی من این یک جون بخز گازن بلیتو چند خیلی ارزون. سلام علیکم برادرای عزیز. روزهای 14 15 16 17 و 19 مقصد بلیتو ارزونه و با واسه روزهای 22 و 24 ای 14000 تا 15 یا 16000 11 12 13 چند سمه تو 13 نیم تا 14000 افتا میتونن برادرو مثلا همین ینورو بله ینورو تاجیکستان بله ای مسکو تاجیکستان رفتن ای سو قیمت رکه ای سو ای 25 تا مثلا 27 26 27 تا میومه. خب دوستان عزیز میتونه که این رقمای در روی اکران میبینه 0909 رقمای همیان وقتی یه بار زنگ زدید زنگ تاز نشه افور میکسه اجداد کنه ان شاء الله در واتساپ ما بنویسید رقمای این حج عمره ان شاء الله فراموش کنیم نتیجه پاتلو کدمه که مقصد چرا دوره اصل 21 سواری منیش کدمه پاتولوگ که با کیلومتر میکشن نتیجه به بازار راست پاپلو میگن نتیجه پاتولوگ با نرخ ارزون مقصد تاجیکستان با همه جور است نمره تا نمره 977 638 18 37 اینا زنگ میزنه واتساپ ایمو کروچ همه طرفا. خلاصه یک رکلامچه بود، یک دستگیری بود برای خودمون برای برادران جایی که نون میخریم الحمدلله. های خلاصه که دستگیری باشه ما دستگیریش میکنیم. رکلام میبینه چند تا لایک میگیره. یعنی که وقتی که ما لایک پادکست میگیم الحمدلله ما یعنی کانال تو چند پیش بره همون قدر ما چی میگیم حرکت میکنیم پیشروی میکنیم که نیازمندا رو مقصد یاردم کنیم. دوستان عزیز کدمه رقمای من نمیپرسیم متاسفانه رقمام مونده نمیتونم در اینستاگرام باباجان 1988 دادن ان شاء الله با هم خاطر حرکت کنه که ما چی میگیم در همونجا صحبت کنیم. من خودم ولی کارگر ندارم، خودتور کلون ندارم که اویلک بتین کارگر یکم کس جواب بگه من از ساعت 9 تا 9 بگه کار میکنم و هم خودی کدمه تا که اس ام اس تا جواب نگفتم باشم باز بخشش میپرسم کدمه تا سلام تا علیک نگفته باشم کدمه تا مقصد یکم گپی قبیه گفته باشم اولش خدا منو ببخشه بعد شما که خداوند میگه بخشنده رو من دوست میدارم برای که من خودم بخشنده هستم با هم خاطر همه تا دوست میدارم رحمت برای همه دستگیریتون چی بگم باشه زنده